خب یادمون باشه همه چیز تا اطلاع ثانوی درسته، هیچ چیز واسه همیشه درست نیست. من اولا بگم که چون چشمام عمل کرده بودم بین اون ویدیو و این ویدیو اینقدر تأخیر افتاده، 2-3 ماه درگیر چشمام تقریبا هیچ فعالیتی نمی‌کنه. اینم از این جهت میگم که چند تا سوال از چند جا مطرح شد در مورد ویدیو قبلی. دو تاش مهمه که الان اینو بگم، از البته بحثی هم بود که باید ادامه میدادم، حالا پیوستش میدم به جواب دادن به اون سوالا. یکی این که مگه ماده مخدر خوش مصرف داریم؟ به این عنوان مثلا پرسیده شد. دو، در مورد که معتاد نداریم یعنی چی؟ اولا میگم که ببینید اون کسی که هروئین رو درست کرده، اختراع کرده، آیا به نظر شما برای خوش مصرفی اینو تولیدش کرده، درستش کرده؟ یا این کسایی که دارن انواع و اقسام این هر روز یه خبری میاد، یه رفتار عجیب غریبی میاد از آدمی که یه ماده روانگردان جدید سنتی که تولید شده رو مصرف کرده، اینا آیا واسه خوش مصرفی اینا رو تولید کردن؟ خیر. برخی از مواد اساساً خوش مصرف نیستن و این حرفم روی این موضوع اینجوری نمیگم که حالا مواد مخدر بده یا هر چیز دیگه. ببینید برخی از موادی که تولید میشن اساساً برای این تولید میشن که در رفتار و ارگانیسم بدن ناهنجاری ایجاد کنن، یعنی قسمتی از رفتارهایی که ما داریم رو تشدید کنن یا تضعیف کنن. به عنوان مثال این مثال ساده است، مثلا شادیمون رو خیلی تشدید کنن یا مثلا غممون رو خیلی تضعیف کنن. یک ناهنجاری که از عهده ارگانیک بدن بر نمیاد به واسطه این مواد تولید میشه. خب اینا اساسا خوش مصرف نیستن. ما چجوری میتونیم بگیم مثلا مواد مخدر هروئین رو نمیدونم فرض کنیم کراک و این چیزا و اینا خوش مصرفن؟ اینا اساسا برای بد مصرفی ساخته شدن. اما مثلا فرض کنیم یه چیزی مثل قهوه خوش مصرفه، یه چیزی مثل اینترنت خوش مصرفه، یه چیزی مثل غذا خوردن یا فست فود خوردن خوش مصرفه، یه چیزی مثل سکس خوش مصرفه، خرید کردن خوش مصرفه. ما بد مصرفی رو تو این خوش مصرف ها داریم میبینیم. پس اینا رو اصلا دیگه تفکیک میکنیم، یعنی مقداری از مواد هستن که اساساً برای بد مصرفی ساخته شدن، یعنی اساساً در شیوه هنجار ذهن و جسم انسان بتونن تولید ناهنجاری بکنن که انسان یک قسمتی از رفتارهاش دچار هیجان بشه، بتونه رفتاری خارج از رفتار روند طبیعی بدن بکنه. حالا اینم حتما مثلا بالاخره آنزیم هایی کمتر ترشح میشه، آنزیم های بیشتر ترشح میشه و اینا که اینا رو باید حتما از پزشک بپرسید اگر علاقه دارید در موردشون. ما مواد مخدر خوش مصرف نداریم، چون مواد مخدر مثلا فرض کنید که حالا اینم یه خورده بیام بازش کنم به این طرف بریم، مثلا فرض کنید آقا یک ماده‌ای به اسم تریاک که شما تو شعرهای سعدی هم مثلا باش برخورد میکنید، سالهای سال این ماده وجود داشته و اصلا ازش استفاده درمانی میشده. یک زمانی یک کسی یا هر کسی، اینم باز تاریخچه‌هاشو میتونیم بریم بگردیم پیدا کنین اگر علاقه داشتین، ولی چندان مهم نیست. یک کسی یه جایی حالا به هر ترتیبی یاد میگیره از این ماده‌ای که مثلا فرض کنید خوش مصرف بوده، مورد مصرف دارویی داشته، چطور میشه به شکل بد مصرف استفاده کرد، آرامش بیش از حد مثلا باهاش تولید کرد یا هیجان بیش از حد باهاش تولید کرد یا توان مثلا فرض کنید که بیداری بیش از حد باهاش تولید کرد. خب این از اینجا به بعد دچار بد مصرفی میشه. هنوز که هنوز ماده‌ای به اسم تریاک رو به شکل مورفین توی بیمارستان‌ها در مواقع سخت اصلا لازمه استفاده میکنن، چیز عجیبی نیست. اما خب شما دارید میبینید کسایی که مثلا من خیلی رو میشناسم که مثلا از 20 سال پیش پای بساط تریاک دیدمش، وقتی که رفتم تو تعجب من دیدم که مثلا چرا داره تریاک میکشه، گفته عشقی دارم میکشم، 20 سال داره عشقی میکشه. و این حالا این عشق، این که چه آسیب‌هایی بهش میرسونه یا چه اتفاقی میفته به من. پس بعضی از مواد هم هستن که به صورت طبیعی میتونن مثلا مصرف دارویی داشته باشن، اما ما یعنی انسان روشی پیدا میکنه که از این برای بد مصرفی هم استفاده کنه. برخی از مواد بخیر چیزها هستن، به عنوان مثلا فرض کنید سیگار، همین سیگارتی که ما میکشیم. من خودم الان 30 سال سیگار میکشم، دست کم 31 سالشه رو فکر ترک کردنشم. اصلا نمیفهمم چرا این آشغالو دارم میکشم، واقعا نمیفهمم. یعنی حالا باز مثلا اون کسی که تریاک کشیده، زندگیشو از دست داده و حالا
سلامتش از دست داده، زیباییش از دست داده، همه چیزش از دست داده. حداقل میتونه بگم از دفعه اول که کشیدم حالم خوب بود. من اصلا یادم نمیاد سیگارو اصلا برای چی این حال خوب سیگار چی بود بجز آسیب و تخریب‌های واقعا آزاردهنده. هیچ چیز دیگه ای نداره. این سر جاش. برخی چیزهای دیگه هم هستن که پشتوانه فرهنگی دارن، مثل الکل. ببینید مثلا فرض کنید ما جوان که بودیم تو اون محله‌های پایین شهر که زندگی می‌کردیم، یه عبارت احمقانه‌ای بود، میگفتن عرق مال مرد، دود مال نامرده. خیلی این عبارت‌های احمقانه است. پشتوانه‌های ادبیاتی داره، مینوش که عمر جاودانی این است و نمیدونم حالا نمونه‌هاشو بسیار می‌دونید. پشتوانه‌های فرهنگی داره و چیزایی از این دست. من شاید یه ویدیویی اصلا کلا بشینم در مورد الکل حرف بزنم چون موضوع سختیه. اساساً الکل به شدت خطرناکه. به شدت خطرناکه. چون هم پشتوانه عرض کردم فرهنگی داره، پشتوانه زیبایی شناسی داره، یه چیزهایی بالاخره توش هست. اما از اون طرف نگاه می‌کنیم می‌بینیم که الکل تخریبش به شدت جامعه، یعنی اگر مثلا فرض کنید یه چیزی مثل علف، یه چیزی مثل تریاک، مثلا فرض کنید مثل گلوله تانک یا خمپاره عمل میکنه، الکل بمب اتمه. تخریب الکل وسیع و همه جانبه است. اینو بس سر یه جای مبحث دیگه فرصت بشه در موردش صحبت کنم. اما اجالتا من مثلا به پسر خودم اکیداً تاکید میکنم که پسر جان تا قبل از 25 سالگی اصلا سراغ الکل نره، چون میتونه واقعا وارد لایه‌های رفتاری آدم بشه، میتونه وارد لایه‌های سلامت آدم بشه. تخریبی که تولید میکنه خیلی اساسیه. خب اینم مثلا حالا شما میذارم اینا رو جزو اون چیزهایی که مثلا الکل رو میذارم جزو اون چیزهایی که من تصمیم نمیگیرم این خوش مصرفه یا بد مصرفه، اصلا در موردش هیچ نظری ندارم. اما تاکید میکنم که از همه این مواد مخدر خطرناکی که وجود داره گرفتار شدن در الکل خطرناکتره. دست کم به نظر من تا 25 سالگی 30 سالگی که سن رشد آدمه، هنوز آدم تا قبل از 25 سالگی نمیتونه خودش رو صاحب تجربه بدونه. هنوز هم به لحاظ روانی هم به لحاظ جسمی هیجاناتش بالاست. اگر این چیزی مثل الکل قاطی این هیجانات و این سلامت و این توانایی بشه، اون وقت بیرون کردنش کار سخت میشه. اینم از این دست. اما پس چی شد؟ یعنی یک سری مواد داریم که اساساً خوش مصرف نیستن، مثل همین رنگ و مواد صنعتی که الان داره تولید میشه میاد و همشون بعضیش واقعا وحشتناکه، چون اونایی که عینی آدم میبینی، چون اونایی که فیلماشو میبینه از اتفاقاتی میفته. بعضی از مواد مثل همون تریاک که مثلا فرض کنید چیز مصرف دارویی داشته، خوش مصرف بوده اما امکان بد مصرفی درش کشف شده. بعضی از مواد مثل الکل من نظری نمیدم، حالا بماند الکل سر این موضوع یک ویدیوی مجزا در موردش صحبت میکنم. ولی اعتیاد ما آدم‌هایی داریم، حتما تو دور و برمون دیدیم آدم‌هایی که خیلی راحت با استحکام میگن من به قهوه اعتیاد دارم، اگر قهوه صبحشو نخورده باشه اصلا نمیشه باشه حرف بزنیم. آدم‌هایی داریم که میرن خرید مداوم، میرن خرید وحشیانه، معلوم نیست چرا یه چیزایی میخرن بعد همه زندگیشون دپرسن سر اینکه این چیزها رو برای چی خریدم، تو خونه‌اش چیکار میکنه اینا و نمیدونه باهاش چیکار کنه. این مسئله رو حسین گفتم که پل بزنیم به اینجا که همینطور اینترنت، همینطور روابط جنسی، پارتنر ورس کردن، همینطور غذا خوردن، گوشت خوردن یا مثلا فرض کنید که هر چیزی، بعضی هستن من تو نزدیکای خودم میشناسم که اینا از سوسیس مردن، صبحونه عادت داشتن سوسیس بخورن و خوردن، حالا دچار اون بیماری چربی و فلان این حرفا شدن. یا حتی مثلا فرض کنید چیزای مفیدی مثل کله پاچه، خب هر روز شما صبح بلند شی بری مثلا توی مدت طولانی مغز و مثلا فرض کنید چشم و این حرفا رو چربیت میره بالا، کلسترول میره بالا، شما اساسا بیماری. اینو میخوام پل بزنم به مطلب دوم. چرا میگم اعتیاد داریم اما معتاد نداریم؟ معتاد از این جهت میگم نداریم که کارکرد مصداقی واژه در واژه معتاد عوض شده. ما به یک رفتار خاص، به یک قشر خاص، به یک سری از آدم‌های خاص میگیم معتاد که اغلب هم متاسفانه جنبه تحقیرآمیز داره. از این جهت میگم نباید بگیم معتاد. هر کسی به هر چیزی اعتیاد پیدا کنه، عادت بکنه که باعث بشه در رفتارش، در رفتار جسمی و ذهنیش
ناهنجاری ایجاد بشه میتونه معتاد باشه. پس ما اون عبارت معتاد که فقط به کسایی که مواد مخدر میکشن یا مثلا فرض کنید که گوشه خیابون میخوابن یا زندگیشون از دست دادن، این حرفا اصلا از این جهت میگم واژه معتاد باید حذف بشه. اعتیاد داریم یعنی بستر بیماری داریم، مثل آنفولانزا داریم، بستر بیماری داریم و تمام ما انسان ها 8 میلیارد 9 میلیارد آدمی که روی زمین زندگی میکنن بالقوه و بالفعل آمادگی داریم آنفولانزا بگیریم اگر شرایطش مهیا بشه، ولی به کسی نمیگیم آنفولانزایی، تحقیرش که نمی‌کنیم که. به همین نسبت تمام این 8 میلیارد 9 میلیارد آدمی که روی کره زمین وجود دارن استعداد اینو دارن بالقوه و بالفعل که معتاد باشن، یعنی دست به کاری بزنن، دست به رفتاری بزنن یا به سمت موادی برن، چه خوش مصرف باشه چه بد مصرف، مثل مواد مخدر که حتما ویران کننده است، ولی مثلا فرض کنید میگم یه چیزی مثل خرید کردن که شاید به نظر خیلی نه، یه چیزی مثل اینترنت که امروز خیلی بابه، یه چیزی مثل رابطه جنسی که خیلی دارن سرش اذیت میشن، نمیدونن واقعا تکلیفشون چیه، چجوری باش کنار بیان، این حرفا اینا خوش مصرفن، مثل قهوه، مثل چای، این چیزایی که مصرف میکنیم و خیلی هم خوبه. اینا همشون عده زیادی از آدم‌ها هستن که به یه نحوی به یک کدوم از این رفتارهای ناهنجار دوچارن. زمانی که شما وارد حیطه ناهنجاری میشی، شما برین توی دیکشنری، برین توی لغتنامه ببینید معادل بیماری چی می‌نویسن. مطمئناً تو همه لغتنامه‌ها یکی از معادل‌های بیماری یا در توضیح بیماری حتما عبارت ناهنجاری هست. بیماری یعنی یک ارگانی، یک سازمانی، یک سیستمی دوچار ناهنجاری بشه، یک ناهنجاری یا چندین ناهنجاری ضعیف، خفیف یا ناهنجاری بسیار قوی، هر کدومشون ناهنجاریه. به جای معتاد باید بگیم بیمار. این از دو جهت اهمیت داره. یک، اون کسانی که به هر دلیلی دوچار چیزهایی که مشخص بود، کسی که میره هروئین میکشه مشخصه که عاقبت کارش به کجا خواهد کشید و دوچار یک ناهنجاری بزرگ و همه جانبه میشه. یک الکلی دوچار یک ناهنجاری بزرگ و همه جانبه است، آسیب دیده و نیاز به تیمار داره. به همین راحتی که بگیم آقا اراده کن برو بخواب ترک میکنه که نمیشه، که کبدش به هم ریخته، قدرت انکفالیسالش به هم ریخته، پوزه روزش از دست داده، نمیدونم سیستم عصبیش به هم ریخته، همه اینا آسیب دیده، اینا همش نیاز به درمان داره طولانی مدت. تازه این به نظر من قسمت ساده کار درمان‌های جسمی. بعد کسی که در یک مدت طولانی در ناهنجاری، در بیماری زندگی کرده، هر بیماری سختی به همین راحتی رفتارهاش با جامعه پیرامونش، با زندگیش مچ نمیشه، نیاز به کمک داره بابت اینکه بتونه خودشو گسترش بده. هم به اونها دیگه نگیم معتاد، اونم با این وضعیت تحقیرآمیزی که در زبان ما واژه معتاد پیدا کرده، اینا بیمارن، هر کسی که میخواد باشه. همین که کوچیکش نکنیم، یعنی یک کسی که مثلا فرض کنید به تریاک معتاده بعد قایم میکنه اعتیادش رو، با یک کسی که به قهوه معتاده ولی قایم نمیکنه اعتیادش، هیچ تفاوتی ندارن، هر دو بیمارن. توی دراز مدت و توی بسترهای بزرگتر میتونه خودشو نشون بده که اون اعتیاد خفیف، اون اعتیاد مثلا فرض کنید کهتر، کم رنگتر چه ضربه هایی میتونه بزنه به انسان. اینم از این جهت دارم باب میکنم، گفتم یک، اونا رو تغییر نکنیم، اون کسایی که زندگیشون از دست دادن، سلامتشون از دست دادن، همه چیزشون از دست دادن با اطلاق واژه معتاد. دو، اینکه محدودش نکنیم. الان یکی از بزرگترین اعتیادهایی که واقعا جامعه‌ای که من توش زندگی میکنم دست کم داره تهدید میکنه، اعتیاد به اینترنته. یکی دیگه از بزرگترین اعتیادهایی که من دارم میبینم توی جامعهمون هست و مثلا فرض کنید که مثلا جوونا اون رو تهدید میکنه، اینه که به واسطه مثلا فرض کنید بازی کامپیوتری، مثلا فرض کنید فیلم دیدن، فیلم‌های کوتاه اینستاگرام یا یوتیوب دیدن، این حرفا، تمام سیستم خوابشون به هم میریزه. سیستم خواب وقتی که به هم بریزه، شما سیستم خوراکت هم حتما به هم میریزه. کم کم نگاه میکنی میبینی که مثلا هنوز 27 سالت، هنوز سنی نگذرون یا 10 سال بوده داشتی به این ترتیب زندگی میکردی، چرا انقدر زود داره کهولت به سراغت میاد؟ چرا انقدر زود داره سلول‌ها فرسوده میشه؟ چرا نسبت به بیماری هایی که شاید مثلا یا آدمی که این وضعیت رو نداشته باشه ریاکشن خیلی محکم‌تری نشون میده، ریاکشن خیلی ضعیف‌تری داره نشون میده. این از اینجا. از اون طرف که مهمه، باز من اصرار میکنم
آسیب‌های جسمانی که از هر گونه اعتیادی به انسان میرسه ممکنه سهمگین باشه، اما ترمیمشون از آسیب‌های ذهنی و روانی که میرسه خیلی راحت تره. یعنی اون قسمت راحت کاره به لحاظ جسم، خواب و خوراک و نمیدونم فرض کنید که آسیب‌های اعضا و جوارح درونی و بیرونی و این چیزها رو تنظیم کرد و حالا ممکن 2 ماه مثلا آدم بره بیمارستان بخوابه، 2 هفته بره مثلا بیمارستان بخوابه، دارو مصرف کنه یا هر چیزی به هر حال عادت کنه سیستم خوراکش و خوابش رو تنظیم کنه. همه اینها وقتی که ما توی یک وضعیت اون بستر بیماری خطرناک به اسم اعتیاد گرفتار میشیم، نه تنها به لحاظ جسمی آسیب میبینیم، به لحاظ روانی کودک میشیم، کند میشیم، پیر و کودک میشیم. توانایی‌های لازم یک انسان با ویژگی‌هایی که وجود داره یک انسان سالم رو از دست میدیم برای آموختن رفتارهای مناسب با ریس‌ها درشت زندگی پیرامونمون. نه این بگیم آقا بچه من حتما مثلا فرض کنید سیگار نکشه، حشیش نکشه، فلان نکشه پس خوبه سالم این حرفا. نه، ممکنه این بچه مثلا فرض کنید که به واسطه یک کدوم دیگه از این عادت‌هایی که خفی از پنهانه و معلوم نیست نتونه در قسمت‌هایی یا قسمتی از رفتار اجتماعیش به اندازه کافی رشد کنه. چی میشه که یک بچه میره تو ازدواج شکست میخوره؟ اصلا چرا ازدواج میکنه که شکست بخوره؟ چی میشه یک بچه میره مثلا فرض کنید دست به هر کاری میزنه شکست میخوره؟ چی میشه مثلا فرض کنید که شما یک بچه‌ای دارین که دانشگاه رفته، نمیدونم همه چی داره فقط موفق نمیشه تو زندگیش، غمگینه، افسرده است، چرا این اتفاق میفته؟ اینا همش برمیگرده به اون قسمت‌های خفیه اعتیاد که نباید زیر لوای واژه معتاد یا با مرز واژه معتاد. هر کس مواد مخدر کشید و بیچاره شد معتاده، هر کس این بر خط بود و معلوم نبود چجوری داره بیچاره میشه، یعنی درد کمتری داره تحمل میکنه، آسیب کمتری داره تحمل میکنه، پس نه این بریه و هیچ چیزی نیست. در پایان این بحث بگم همونطور که ما آنفولانزا داریم، آنفولانزا همه جا هست، هر لحظه آماده است. یکی از شکل آنفولانزا که حالا گفتن به هر شکلی پدید اومد دیگه، من نمیدونم چه شکلی، کرونا بود دیگه که چجوری یقمونو گرفت، قسمتی از مردم گرفتار شدن، قسمتی از مردم گرفتار نشدن و قسمتی سخت‌تر گرفتار شدن، جانشون از دست دادن، قسمتی ضعیف‌تر گرفتار شدن، سلامتیشون از دست دادن، قسمتی اصلا گرفتار نشدن یا هر چیز دیگه‌ای. دقیقاً اعتیاد هم همینه. قسمت‌های خطرناکی داره مثل مواد مخدر و فلان و این حرفا که حتما یه زندگی رو از بین میبره. قسمت‌های مثلا فرض کنید که میانه‌ای داره مثل روابط جنسی، مثلا همین رفتارهایی که در آدم در پول خرج کردن و پول درآوردن ممکنه داشته باشه، مثلا اینترنت، مثل همین قهوه خیلی خام قهوه که به یک کسی که دراز مدت اعتیاد به قهوه داشته باشه و زیاد قهوه بخوره خب مسلما معده‌اش درد آسیب می‌بینه. یا چیزهایی که مثلا فرض کنید که مثل سیگار کشیدن، من اصلا درک نمی‌کنم سیگار کشیدن، اصلا نمی‌فهمم با اینکه خودم سیگاریم، اصلا هیچ وقت درک نکردم. یک سری چیزهای دیگه که خیلی خطرناکن اما پنهانن زیر لایه‌های زیادی مثل الکل که اگر آدمی گرفتارش بشه واقعا اون وقت دیگه خیلی خطرناکه. اینا همش هست، یک گستره به اسم اعتیاد. این 8 میلیارد انسانی که دارن زندگی میکنن مخصوصا با شرایط پر استرس زندگی امروز، مخصوصا با شرایطی که زندگی امروز با حجم غریب و پرسرعتی از اطلاعات و عرض کنم که اخبار و نمیدونم عوض شدن ظاهره ها و چیزهایی از این دست گرفتار شده، زندگی شهری پر از سر و صداست و خیلی چیزایی که یک ارگان طبیعی در حیات زمین به اسم انسان نیاز داره رو از دست داده و نمیتونه به دست بیاره متاسفانه. از نور کافی و آب سالم و فرض کنید هوای سالم و این چیزا بگیرید برید تا بالا تا سلامت روان چیزایی از این. یه زمانی همین 20 سال پیش از این بود میگفتن آقا یه سری ژاپنی‌ها اصلا پشت میز کار یهو میمیرن. اینجا داشتیم در موردش صحبت می‌کردیم معتاد به کار شدن. خب کار که بد نیست، کار که اصلا لازمه واسه بدن، اما ما در یک برهه‌ای از زمان تو همین دورات هنوزم مثل اینکه این اتفاق تو ژاپن کماکان میفته، کم و بیش. من خبر ندارم ولی یه زمانی بحثش خیلی داغ شده بود. آدم‌هایی بودن که به کار کردن معتاد بودن و پشت میز کارشون زندگیشون از دست میدادن. خب کسی که زندگیشون اونجا از دست میده حتما قبلا خیلی چیزای دیگه از دست داده. پس
اعتیاد هست به عنوان یک بستر بیماری بسیار خطرناک که همه رو بدون استثناء همه رو تهدید میکنه با ابزارهای مختلفی که درش وجود داره، چه اونهایی که خوش مصرفن، چه اونهایی که اساساً بد مصرف و خطرناکن. و من میتونم به مواد مخدر بگم سلاح، میتونم بگم اسلحه است، نمیتونم بگم چون اساساً وقتی که میاد که بکشه. چون نمیتونیم مثلا فرض کنیم که به یک ماده بسیار خطرناکی به اسم کراک بگید که این مثلا یه حالا یه ماده مخدریه. نه، این سلاحه، حتما شما رو از بین میبره. به یک ماده خطرناکی مثل شیشه نمیتونیم بگید این حتما آسیب‌های به شدت خطرناکی به شما میزنه و اصلا سلاح خوش مصرفی و بد مصرفیش بمونه. اینا رو اصلا دیگه بایستی تفکیک کنیم. بستری هست به اسم اعتیاد که بسیار خطرناکه، چیزی به اسم معتاد وجود نداره. همه انسان‌هایی که در کره زمین زندگی میکنن امکان مسلم، یعنی امکان بالقوه و بالفعل گرفتار شدن در بستر بیماری به نام اعتیاد رو دارن. معتاد نداریم، به جاش چی داریم؟ ناهنجاری. ناهنجاری یعنی چی؟ یعنی شکلی از بیماری. ناهنجاری یعنی یک خسران عملکرد در یک سیستم. ممکنه مثلا فرض کنید دلخوی ماشین خراب شده باشه، ممکنه مثلا فرض کنید کشکک زانوی ربات میلیس که مثلا فرض کن زانوی من مثلا پاره شده باشه، ممکنه به یک موادی، به یک ماده یا به یک رفتاری عادت ناهنجار گونه داشته باشه، عادت بیمارگونه داشته باشن و اون باعث بشه که در همه رفتارهایی که لازم دارن برای اینکه بتونن به زندگی ادامه بدن، چه نفس کشیدن باشه، چه برخورد اجتماعی باشه، چه معامله کردن باشه، چه شغل انتخاب کردن باشه، چه ازدواج کردن باشه، چه هر کدوم از اینا، هر کدوم همه رفتار، هر چیزی که باعث بشه در رفتارهایی که ما برای زیستمون چه جسمی چه ذهنی نیاز داریم و باید اونا باشه که بتونیم سالم زندگی کنیم، ناهنجاری ایجاد بشه، چه ماده‌ای باشه، چه عرضم به خدمت شما که رفتاری باشه یا عرضم به خدمت شما بشود که شکل استفاده‌ای باشه، هر چیزی که باعث این ناهنجاری بشه اون ماده اعتیادزاست و حتما خطرناک. من فکر می‌کنم که این بحث رو اینجا تموم بکنم تا ویدیوی بعدی. بازم یه بار دیگه فقط اینو پکیج رو میبندم. اعتیاد نداریم، بعضی از مواد اساساً خوش مصرف نیستن، پس اون ماده مخدر این حرفا رو با این خوش مصرفی و بد مصرفی بحث الکی به حاشیه نکشیم. اساساً خوش مصرف نیستن. چیزی به اسم معتاد نداریم. چرا؟ چون معتاد اسم تحقیر کسانی است که دست به ناهنجاری خودشون زدن، حالا به واسطه اون موادی که خوش مصرف نبودن. چیزی که وجود داره بستر خطرناکی مثل اعتیاد، مثل آنفولانزا که هست و امکان گرفتار شدن همه آدم‌ها در این بستر خطرناک بیماری به اسم اعتیاد. کسی هم که گرفتار میشه معتاد نیست، ناهنجار، بیمار میشه. چراغی بیفروز به تاریکی دشنام مده.